سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم راجع به بازار جهانی موبایل صحبت کنیم، نه فقط بازار موبایل ایران، کل جهان. میخوایم راجع به برندها صحبت کنیم، راجع به گوشی‌ها که جدید اومده، خلاصه که میخوایم بازار موبایل زیرو رو کنیم. خب به تازگی که چه عرض کنم، چند سالی هستش که تاکتیک برندها این شده که میان گوشی‌ها رو مثلا 1 و 2 و 3 و 4 میدن بیرون. مثلا همین زد فیلیپ رو بخوام مثال بزنم، الان زد فیلیپ 5 اومده بیرون، 4 داریم، 3 داریم، حالا هستش مدل دیگه یا فولد، گوشی دیگه هم هستن، همین آیفون خودمون. خب تازگی‌ها تاکتیکشون این شده این چند سال اخیر که هیچ انقلابی نمیکنن توی گوشی‌هاشون. یعنی میان همون طراحی سابق و گاهی حتی همون طراحی سابق رو میدن بیرون. مثلا اومدن باتری 4500 میلی آمپر ساعتیشو کردن 4800 میلی آمپر ساعت، کیفیت صفحه نمایش یه ذره بهتر شده، یه ذره مثلا لگو باگش گرفته شده، همین. بعد گوشی میاد بیرون، بخوایم به تومن خودمون بگیم، قبلیه 35 میلیون بوده، این جدیده میشه مثلا 40 میلیون تومن، با اینکه همون طراحی ظاهرش عیناً همونه، مو نمیزنه. متاسفانه تاکتیک اکثر برندها الان شده. همین الان این آیفون 15 پرو مکس که داره میاد بیرون، دیگه ظاهرش تقریبا لو رفته و همه میدونیم چجوری، و تفاوت‌هایی که با نسل قبلش هم داره میفهمیم، متوجه شدیم. تایپ سی شده درگاهش و اون دکمه سایلنتش تغییر کرده. خیلی تغییرات زیادی نیومده. داینامیک آیلند یه ذره کوچیک شده، اما فیس رو که نگاه میکنی خیلی شبیه 14 پرو مکسه و خیلی تغییرات ریزی داشته که اصلا نمیشه بهش گفت یک تغییر بزرگ. و این به نظرم فکت نمیشه که شما بیای 14 پرو تو بفروشی، بیای 15 پرو مکس بخری. یه انقلابی نشده، یه تغییرات ریزی دیدیم که نمیشه بهشون واقعا گفت یک انقلاب. مثلا اپل اومد آیفون 8 رو که داد، 8 پلاس رو که داد بیرون، بعدش آیفون 10 رو یه جور دیگه درست دادش بیرون، اصلا یه فرقای اساسی کرد. صفحه نمایش عوض شد، نمیدونم اون دوربین سلفی عوض شد، فیس آیدی اومد، تاچ آیدی رفت، اصلا انقلاب شد. تو برندهای دیگه نمیبینیم، همین طراحی‌ها یکسان شده. الان زد فیلیپ اومده، مثلا حالا زد فیلیپ 5 با 4 یه ذره فرق داره، یه ذره که نه فرق کرده، اما 4 و 3 عین هم بودن. یعنی شما میذاشی کنار هم نمیتونستی بفهمی که زد فیلیپ 4 کدومه، 3 گوشی همون گوشیه. و بازار موبایل، میخوام اینو بگم، رسیدیم به جنبندی، بازار موبایل یه ذره کسل کننده شده و داره انگار طرفداراشو از دست میده. نیاز به یک انقلاب بزرگ داره. هر چند ساله خب یه انقلابی رو میدیدیم. الان شما برو گوشی 2015 سامسونگ رو ببین، به گوشی امسال سامسونگ رو ببین، خیلی انقلاب بزرگی شده. اما الان بری گوشی 3 سال پیش اپل رو ببینی، گوشی 4 سال پیش اپل رو ببینی، با گوشی الان اپل هیچ فرقی نمیبینی. فرقای ریزی رو میبینی که حتی ارزش فروختن گوشی تو و خریدن گوشی جدید رو نداره. جلوتر هیچ فرقی نکرد. الان اس 17 اومده بیرون، یه 3-4 تا آپشن خفن و جالب بهش اضافه شده، اما اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی کسی که iOS 16 داره عقب نمونده از دنیای تکنولوژی. و خواستم بگم که در اصل بحث اصلی این بودش که گوشی رو عوض کنیم، که گوشی رو بخریم و اینجور داستانا. خواستم بگم که گوشی ها از اونجایی که به تازگی هیچ تغییرات خاصی نمیکنن، واقعا بخوام سال بگم، مثلا 2-3 سال یه گوشی به روز میمونه. الان کسی که الان مخصوصا تو ایران، حالا من بازار جهانی گفتم، مخصوصا تو همین ایران خودمون، گوشی 2020 الان میشه گوشی جدید. چون مثلا 14 پرو مکس کلی مشکلات خورد بهش، ایران نمیدونم رجستری و اینجور چیزا، خیلی طرفدار پیدا نکرد. خریدن خیلی‌ها ولی به مشکلاتی برخورد. آخرین مدل اپل رو اکثرا 13 پرو مکس می‌بینیم تو ایران متأسفانه. احتمالاً 15 پرو مکس هم به همچین داستانی می‌خوره که امیدوارم نخوره، ولی احتمالاً مشکلاتی براش پیش خواهد اومد. من رو که این ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوبمون هم سابسکرایب کنید، یه کامنت انگلیسی هم زیر همین ویدیو بزنید که حسابتون نپره. اگر اینستاگرام ما رو فالو نکردین، من که فالو کنید. خدا نگهدار همتون.